به نام خدا. سلام، سعید هستم از تیم وردپرس باتو. با یک قسمت دیگه از آموزش ویدیویی قالب آرکی دوستان در خدمتتون هستیم. توی این قسمت میخوایم در مورد پروسه ها صحبت بکنیم. قسمت سکشن پروسه ها که روی اکثر دموهای قالب آرکی قابل مشاهده است. این پروسه ها دوستان میتونن به عنوان استپ های یک پروژه معرفی بشن و استفاده بشن، یا نه صرفا میتونن به عنوان یک تب باشن که تایتل اینجا قرار میگیره و محتوا در قسمت زیرین بعد از اینکه فعال میشه. خب بریم که آموزش این قسمت رو داشته باشیم. توی پیشخوان وردپرستون صرفا کافیه که به بخش پروسه ها برید و اینجا این 4 پروسه پیشفرضی که روی اکثر دموهای ما هست رو مشاهده میکنید. خب قبل از اینکه وارد افزودن یک پروسه بشیم، قسمت دسته‌بندی ها رو هم خدمتتون بگیم. این قسمت دسته‌بندی ها برای این هست دوستان که شما اگر روی سایتتون چند پروسه دارین بتونید اینا رو دسته‌بندی کنین و به صورت جداگونه روی سایت نمایششون بدین، که حالا ما توی این آموزش خیلی کاری با این مسئله نداریم چون کاربردش مشخص هست. دوباره برمیگردیم به قسمت پروسه ها. این 4 مورد پیش‌فرض ما هست. ما برای اینکه این آموزش تکمیل تر بشه میریم که چند مورد هم خودمون اضافه بکنیم به بخش پروسه. روی گزینه افزودن پروسه کلیک میکنیم. اینجا دوستان عنوان پروسه رو قرار میدیم. حالا ما به عنوان چند مرحله میخوایم در نظرش بگیریم و این مراحل رو میخوایم معرفی بکنیم. به عنوان مثال این رو مرحله 1 قرار میدیم. اینجا هم صرفاً کافیه که لینک مربوط بهش رو قرار بدیم. یک محتوای دوستان هر پروسه میتونه داشته باشه که این ویرایشگر در واقع همون ویرایشگر مقالات هست که شما میتونید هر محتوایی رو اینجا قرار بدین. حالا ما یک متن لورم ایپسوم پیشفرض و حالا تستی رو قرار بدیم که فقط ببینیم به چه شکل کار میکنه. به پایین تر که اسکرول بکنیم یک متاباکسی رو میبینیم تحت عنوان تنظیمات پروسه. یک سری موارد اینجا وجود داره که اینا رو هم خدمتتون آموزش میدیم. قسمت اول تصویر پس زمینه بالای صفحه است. این در واقع تصویری هست که روی پس زمینه برد یا همون مسیر ناوبری صفحه قرار میگیره. با توجه به این که دوستان هر پروسه شاید اصلا نیازی نداشته باشه که یک صفحه مشخص برای خودش داشته باشه، این قسمت شاید اصلا مورد نیاز کسی قرار نگیره، ولی خب شاید به دلایلی بخواین که هر پروسه رو یک صفحه و محتوای مفصل جداگونه در نظر بگیرید که این میتونه برای اون صفحه مورد استفاده قرار بگیره. متن زیر عنوان یا همون ساب تایتل هم متنی هست که زیر تایتل اون صفحه مربوط به پروسه قرار میگیره. تصویر آیکون پروسه، شما میتونید برای هر پروسه‌ای یک آیکون هم قرار بدید. منتها این قسمت اول به صورت آپلودی هست که شما باید یک آیکون داشته باشین و آپلود بکنین، ازش استفاده کنین. این قسمت آخر هم از طریق آیکون های فونت آسام میتونید استفاده بکنید. حالا ما یک نمونهش رو قرار دادیم که بعداً بررسی بکنیم که به چه شکل نمایش داده میشه. خب به همین راحتی مرحله 1 پروسه ما ساخته شد. ما این رو منتشر میکنیم و حالا 2 مرحله دیگر رو هم به صورت تستی قرار میدیم. خب دوستان ما هر 3 مرحله رو اضافه کردیم و توی قسمت پروسه ها که بیایم میبینیم که همین 3 موردی که اضافه کردیم اضافه شده.
حالا مسئله‌ای که وجود داره، باید روی سایت یک بروز رسانی انجام بدیم. خب این قسمت پروسه ها میبینید که همه مراحل جدید اضافه شده به مراحل قبلی. شما برای اینکه این مسئله رو حل بکنید، یعنی اینکه فقط صرفا 3 مرحله خودتون رو قرار بدیم، و یا اینکه اگر متوجه بشین آیکونی که ما برای مرحله 1 قرار دادیم هم نشون داده نمیشه، باید ویرایش با ویژوال کامپوزر یا صفحه ساز سایت رو کلیک بکنیم تا باز بشه و توی اون قسمت یک کوچولو یه سری تغییرات و تنظیمات وجود داره که اونا رو خدمتتون عرض میکنم تا انجام بدیم و هم آیکون نمایش داده بشه و هم تعداد پروسه‌ای که میخواین نمایش داده بشه رو مشاهده بکنید. خب اسکرول میکنیم به بخش پروسه ها، اینجا روی ویرایش میزنیم. خب همونجور که میبینید استایل مربوط به هر پروسه روی تکست اونلی هست، یعنی که فقط متن رو نمایش میده. ما با توجه به اینکه آیکون گذاشتیم برای یکی از موارد، آیکون به علاوه تکست رو میزنیم. حالا یه رفرش میکنیم، یه ذخیره میکنیم، میبینید که آیکون ها هم اومدن، منتها ما چون فقط برای مرحله 1 آیکون گذاشته بودیم الان نمایش داده میشه. توی تعداد پروسه های قابل نمایش هم ما میتونیم اینجا کاملا تغییرش بدیم. ما الان روی 3 قرار میدیم و میبینید که هر 3 مرحله آخری که اضافه کردیم نمایش داده میشه و حتی میتونیم روی 5 قرار بدیم و میبینید که به صورت 5 تایی اومده و قرار گرفته. به همین راحتی این قسمت پروسه ها هم قابل ویرایش هست و میتونید حالا محتوای مورد نظرتون رو توی این بخش قرار بدید. خیلی ممنونم که با یه قسمت دیگه از آموزش ویدیویی قالب آرکی با ما بودید. خدا نگهدار.